مگر گروه تبلیغی ها به فکر من مشکلات عقیدوی را دارند. علمای عربستان در این اواخر کتاب در رد جماعت تبلیغی نوشته کرده. نام کتاب است القول البلیغ فی التحذیر عن جماعت التبلیغ. کتاب بزرگی است. القول البلیغ فی التحذیر عن جماعت التبلیغ. قول بلیغ یعنی گفتن بسیار بلیغ، رسانیده در ترساندن از جماعت تبلیغ که از این جماعت خودداری کنید و بترسید از این جماعت. این کتاب از سعودی چاپ شده و در دسترس ما قرار داره. مشکلاتی که در عقیده از این مردم است اونا مشخص کرده است و در مملکت سعودی عربستان اونجا با جماعت تبلیغی پابندی کامل است که هرگز نمیتوانند ابراز عقیده خود داشته باشند یا تبلیغ داشته باشند یا بستره را در پشت خود بسته بکنند اونجا در کوچه ها بگردند. از این کار در اونجا ممنوع قرار داده شده است. پس به همین اساس معلوم می شود که اینها در عقیده خود مشکلات را دارند. از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضاد امرایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من نقل دارم. این قسمت را هم با هم شنیدیم. حرفای بنده برای شما تکراری نشه. قسمت پیش هم گفتم که این بزرگوار با استدلال از همین کتاب القول البلیغ فی التحذیر عن جماعت تبلیغ و عدم اجازه دولت سعودی برای کار کردن علمای جماعت تبلیغ در عربستان و بلاد حجاز را دلیلی بر علیه جماعت تبلیغ قرار دادن و با قاطعیت ادعا میکنن که بر همین اساس، بر کدوم اساس؟ بر همین اساس که علمای جماعت تبلیغ را در عربستان نمیگذارن و علیه اینا کتابی نوشته شده به وسیله علمای عربستان، میگن که بر همین اساس معلوم میشه که اینها، این جماعت تبلیغی ها، مشکلات عقیدتی دارن. در جواب این بزرگوار بنده مناسب میدونم این مطلب را برای شما بیان بکنم که اولا که عدم اجازه دولت سعودی به گروه های اسلامی این هیچ وقت دلیل بر نادرست بودن گروه های اسلامی نیست. چنانکه شما کسانی که مکه رفتن میدونن که در عربستان برای هیچ گروهی غیر از گروه سلفیه و غیر مقلدین علل اعلان اجازه فعالیت نمیدن. نه اخوان المسلمین را میدن، نه سیفیه را میدن، نه تبلیغیه را میدن، نه مذاهب اربعه را. بله اونجا مدرسه‌ای داریم ما، مذهب حنفی، مدرسه صوتیه، مذاهب اربعه دیگه هم همینطور. هیچ کسی در عربستان جرأت این را نداره که علل اعلان بگه مذهب حنفی، مذهب شافعی. بله علمای متوسط الحال، علمایی که زیاد تند و تیز نیستن وجود دارن، ولی علل اعلان کسی را اونجا نمیذارن که گروه های دیگری را فعالیت های دیگری انجام بدن. پس آمدن و عدم اجازه دولت سعودی را مبنا بر این قرار دادن که در گروه جماعت تبلیغ ایراد هست، این متاسفانه با عقل جور در نمیاد. دوم این که شما بزرگان صوفیه که علمای سعودی را وهابی میدونین، شما که اینا را کلا اصلا قبول ندارین در هیچ صورتی، چطور آمده از نوشته کتاب اینا شما آمده استدلال میکنین؟ چنانکه در سخنرانی های آینده شما میبینین که این بزرگوار مفتی نعمان صاحب از این که در باغ سلمان فارسی نوشته شده بود که نقل الاشجار و التراب من هذا المکان شرک، خیلی ناراحت بودن و عرضم حضور شما که از این که علمای سعودی نمیذارن از خاک مدینه که شفا هست، ایشون میگن که ما همچین مطلبی را که در کتاب‌های فقهی حنفی خودمون ندیدیم که خاک آوردن از مدینه شفا هست، که کسی خاک مدینه را برای تبرک برداره بیاره. ما در مذهب حنفی، در کتاب‌های فقهی خودمون، در کتاب‌های حج خودمون، ما همچین مسائل را حقیقتا ما ندیدیم، شاید این بزرگوار دیدن. خلاصه همین میخوام بگم که شما که از دست اینا خیلی ناراحتین، چطور آمده اونا را اصل مبنا قرار میدیم برای
ایراد وارد کردن بر جماعت تبلیغ. شما اگر در مسلک خودتون ثابت قدم هستین، بیاین از مذهب حنفی با دلیل از قرآن و سنت و فقهای مذهب حنفی بیاین جلو. هر شبهه‌ای که وارد میکنین اگر واقعا راست اشتباه هست باید تصحیح بشه، در هر جماعتی باشه فرقی نمیکنه. بله جناب مفتی صاحب میگن که گروه تبلیغی به فکر من مشکلات عقیدتی دارن. به فکر ایشون، حالا ببینید فکر ایشون درسته یا نه؟ چون علمای سعودی کتابی نوشتن بر همین اساس. بر کدوم اساس؟ همین اساس که علمای سعودی کتابی نوشتن معلوم میشه که در جماعت تبلیغ مشکلات عقیدتی وجود داره، نعوذ بالله. البته این نکته رو یادآوری میکنم که در مورد صحیح بودن جماعت تبلیغ و کار جماعت تبلیغ کار جهانی هست. همین فرانسه که شما ببین چقدر مسلمان میشه، در کل دنیا چقدر اشخاص مسلمان میشن، الحمدلله. زحمات گروه های دیگه اسلامی قابل چشم پوشی نیست، اما این گروه جماعت تبلیغ هم یک سهم بسیار بزرگی را در این مورد با خودش اختصاص داده. چنانکه علمای عرب کتاب‌های مختلفی در مورد تایید جماعت تبلیغ نوشتن. اینجا شیخ صالح بن نعلی شویمان کتاب بسیار خوبی را در مورد جماعت تبلیغ نوشتن. این بزرگوار آمدن رایبند و در همون اجتماع چند هزار نفر رایبند شرکت کردن و دیدن و مشاهدات خودشون را به قلم در آوردن. دیگر بزرگی که در مورد جماعت تبلیغ و در تایید جماعت تبلیغ کتاب نوشته شیخ عبدالمجید زندانی، یکی از نویسندگان معروف جهان عربه، و دیگه علامه ابوبکر الجزائری، یکی از دانشمندان و نویسندگان مشهوره. کتاب‌های زیادی در مورد جماعت تبلیغ و تایید جماعت تبلیغ نوشته شده، چرا که عرب‌ها با چشمان خودشون دیدن که این جماعت باعث هدایت خیلی از اشخاص شدن. لذا جلوتر میریم و به قسمت‌های دیگه از سخنرانی این بزرگوار گوش میکنیم تا انشاءالله با همدیگر در این بین توضیحات را انشاءالله بنده ارائه بدم.